چطور خوش اومد به ویدیو جدید کانال پارسا. امروز قراره بهتون ماه خونی رو در آسمون نشون بدیم. ماه خونی که گفته بودن 16 شهریور ساعت 6-8 اینا گفتم، من فکر نمی‌کردم واقعی باشه، ولی به این نتیجه رسیدم که نه، واقعا ماه خونی هست. این اتفاق تا 3-4 هزار سال دیگه هم ممکن نیست بیفته. اگه همین الان دارین من نگاه میکنین، حتما بریم ماه خونی رو نگاه کنید. واقعا خیلی قشنگه. حالا تا همین 2-3 ساعت پیش زیاد کامل نشده بود، ما نصفش هم به بدبختی شده بود، ولی الان کامل ماه خونی رو مشاهده میکنید. پیشنهاد میکنم هر جای دنیا هستید، حالا تو ایران هستید، همین الان بریم ماه خونی رو ببینید. از همه جای ایران داره ویدیو نگاه کنی، همین الان برید نگاه کنی که واقعا خیلی قشنگه. من که واسه اولین بارمه که داره این اتفاق خیلی خوب رو میبینم. بچه‌ها بدرود.